آقای دیکتاتور آزادی‌هایش هم زوری بود. کم آزادی نیاورد برایمان. مثلا می توانستیم رنگ کلاه پهلویمان را خودمان انتخاب کنیم، یا مثلا خودمان انتخاب کنیم که امروز کدام روزنامه توقیف شده را نخوانیم. زنان ما می توانستند انتخاب کنند در خانه بمانند یا با چماق قزاق‌های آقای چکمه پوش ملاقات کنند. از نگاه او ما پدرسوخته های زیر کار در روی بودیم که باید با زور سرنیزه آزادی را بر ما تحمیل می کرد. بعدترها اما در زمان 16 منوی انتخابی من تنوع بیشتری پیدا کرد. مثلا می توانستیم در اتاق شکنجه زندان قصر بین شوک الکتریکی، شلاق و اتوی داغ یکی را انتخاب کنیم. حتی حق تعیین سرنوشت هم به ما داده بودند. می توانستیم اطلاعات بدهیم و سرنوشتمان زنده ماندن باشد، یا لام تا کام حرف نزنیم و سرنوشتمان مرگ. گفتم زندان قصر، نمیدانم زندانش شبیه قصر بوده یا قصرش شبیه زندان. شاید فکر می‌کردند اگر اسم زندان را قصر بگذارند زندانبان پادشاه می‌شود. زندان قصر این متناقض نمای خنده‌دار استعاره است از آزادی در عصر استبداد. با آزادی گفتن میخواستند روی اسارت ما سرپوش بگذارند. آخر با حلوا کردن که دهن شیرین نمیشود آقای دیکتاتور. اما آقا سید روح الله دست این جماعت را خوب خوانده بود. یار دیرین و خستگی ناپذیر امام و حامی مستضعفان و روح و قلب این دیار حضرت آیت الله صدوقی را به یار شهید پرور یزد دادباش و تبریک میگویم. روز قتلگاه شهیدان یزد این موج خروشان همچنان در طول تاریخ ادامه داشته است. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ارجمند سلام. اینجا نهضت در یزد، روایت قصه های از یاد رفته استان عزیزمون یزده. سلام علی آقا، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. سلام احمد جان، سلام و عرض ادب خدمت مردم نازنین یزد. در خدمت. علی آقا، یکی از سوالاتی که احتمالاً برای افکار عمومی مطرح باشه این است که آزادی در زمان رژیم پهلوی وجود داشته. این آزادی برخلاف سیاست‌هایی که دنبال می‌کردن. جنس این آزادی رو برام روایت کنید. ببین، حالا من میخوام با تاریخ بگم و خود مردم قضاوت بکنن که آیا واقعا آزادی بوده در عصر پهلوی یا نه. چون یه عده‌ای طرفداران پهلوی داعیه دارن این هستن که دوره پهلوی دوره آزادی بوده. من تاریخ میخونم براتون و تاریخ میگم، قضاوت با خود مردم. ما دو تا اتفاق جدی رو توی دوره رضا خان داریم، حالا فارغ از اون کشف حجاب، دو تا ماجرای دیگه پیش میاد. یکیش بحث یکسانسازی لباس هست و یکیش هم بحث ممنوعیت روزه. هر دوی اینا رو شما دقت بکنید. توی قصه یکسانسازی لباس عملا رژیم داره میگه که آقا لباسی که من میگویم بپوشید، یعنی ملت شما تا الان کلاه لبه دار میپوشید، از الان به بعد من میگم باید کلاه شاپو بپوشید. یا مثلا میگه که آقا تا الان میگفتم که مثلا شما حق داشتید که پالتو بلند بپوشید، از اینجا به بعد دیگه نباید پالتو بلند بپوشید، تحمیل نباید قبا بپوشید. سلیقه به خودش. دقیقاً این یه چیز امر سلیقه‌ایه که آقا قبا بلند باشه یا کوتاه باشه. یه وقتیه که از عرف دینی ما، از عرف ملی ما میزنه بیرون، اون فرق میکنه. ولی این جدی آقا یه چیز سلیقه، حالا این بالا پایین باشه، اصلا این چیز عجیب غریبیه. یا اینکه حالا تو قصه ممنوعیت روزه باز همینه. امام حسین و قصه عاشورا با زندگی ملت شیعه ممزوجه، اصلا نمیشه جدا بکنی اینا از مردم. ایشون با پر روی میاد اینا از مردم میخواد به زور بگیره، با اینکه با همین شعارهای مذهبی اینا هم یه جایی میاد سر کار.
ولی اینو از مردم میخواد بگیره. خیلی جالبه و خیلی عجیبه. حالا کنش ها و واکنش های مردمی ما در یزد جالب تره. من چند تاشو بخونم. مثلا سر بحث ممنوعیت روزه و ممنوعیت عزاداری و اینا، حتی یه جای ممنوعیت نماز جماعت اتفاق میفته، یعنی مساجد تعطیل میشه و علمای یزدی که سردم دارش، حالا تو اون دوره عاشق غلام رضا که یزدی ها میشناسن، عاشق غلام رضا فقیه خراسانی هست، ایشون میاد و میگه آقا کی گفته که مسجد بسته باشه؟ امام جماعت بلند شید بیاد تو مسجد نماز بخونید. خودشون هم میگفته خیلی خوب باشه، من امام سر نمیذارم ولی کلا سر میذارم، میام نمازو میخونم. یه جمله ای داره خیلی قشنگه، میگه اگر دزدی آمد و قافله را زد باید ترک زندگی کرد. دزد منظورش رضاخانه. حالا دزد تا آمدند، ابا و عمامه برداشتند، باید ترک زندگی کرد، باید به وظیفه عمل کرد. بله. این جواب عاشق غلام رضا به عمل کرده رضاخان میرپنجه. یا ممنوعیت عزاداری، یه روایت خیلی قشنگ مردمی داره از مردم روستای محمد آبادی است. خب ممنوعیت روزه اتفاق میفته، هیچ کس حق نداره عزاداری بگیره، مردم مخفیانه عزاداری میکنن، زد و بند پلیسی اتفاق میفته. یه جای دیگه تو ایام محرم خونا به جوش میاد، اهالی محمد آباد میان سمت امیر چخماق، نخل امیر چخماق اینا اینجوری که تاریخ اومده قفل کرده بودن، با زنجیر بسته بودن. مردم محمد آباد میان زنجیر رو پاره میکنن و نخل برداری میکنن. نخل برداری میکنن، نخل معروف میرچخماق، نخل معروف میرچخماق تو دوره ممنوعیت، یعنی یه پشت دست میزنن تو صورت رضاخان و اون سلب آزادیش. این ادامه داره، این سلب آزادی تو دوره محمد رضا شاه باز همینه. نموده بارزش چیه؟ دستگاه پلیسی ساواک. بله. حالا تو یزد من باز روایت بکنم براتون، چند تا خاطره و روایت تعریف بکنم. اولا که اثر روانی اینها داشتن، یعنی که اینقدر پیچونده بودن بین مردم که آقا حواستون باشه علیه شاه صحبت نکنید، علیه دولت مرد صحبت نکنید. اصلا مثل شده بوده که آقا از هر 3 نفر یه نفر ساواکیه. خیلی میگفتن حواستون باشه تو خونه ها شونود کارش. اینقدر مردم میترسیدن و تحت تاثیر بودن. یه خاطره ای داره آقای بمانی، میگه که ساختمون ساواک نزدیک میدون باغ ملی یا میدون آزادی فعلی بوده. میگه که من با داداشم داشتم میرفتم، دوچرخمون اینجا دم ساختمون خراب شد. بعد داداشم گفت که اینجا میدونی کجاست؟ گفتم که نه. اونجا ساختمون اجنه، حواست باشه. میگه این بچه ببین تو عالم بچگی خودش ساواک رو یه چیز خوفناک وحشتناک میدونه، یه چیز ماورایی و ترسناک، یه چیز ماورایی ترسناک میدونه. میگه ما 2 تامون دوچرخه را اشتم رو کول و بدو از اون منطقه فرار کردیم و رفتیم. این حالا فضایی که ایجاد شده حتی تو بچه‌ها هم هست. یا اینکه ما یه طلبه‌ای داشتیم، آقای سخاوی خدا حفظشون بکنه، هنوزم زنده هستن و در قید حیاتن. ایشون تعریف میکنن که خب تو دوره پهلوی ایشون به جرم داشتن رساله امام، رساله چی الان تو خونه همه ما تقریبا هست. یه کتاب به قولی توضیح المسائل که مال امام بوده، ایشونو میگیرنشون و چندین سال بدون برگزار دادگاه ایشون زندان بوده. خیلی هیچ چیز بدون هیچ بازداشت بودن و بماند شکنجه‌ای که حالا این عزیزانی که زندونی میشدن علیهشون صورت میگرفته. این یه طرف قصه. اما آزادی هم داشتیم. آزادی تو چه حوزه‌ای داشتیم؟ تو حوزه فروش مشروبات. آقا دم میدون مجاهدین خیلی راحت مشروب می‌خوردن، بعد مستی میکردن و مردم هم اذیت میشدن. اون نامه زن یزدی خوندم براتون توی قسمت‌های قبلی. یا مثلا عملاً کشت تریاک به واسطه این که شاپور غلام رضا و اشرف پهلوی سود اقتصادی داشتن تو این قصه و زد و بند داشتن تو این زمینه، یه جورایی آزاد داد. ما تو مهریز خودمون کشته تریاک داشته. نابودی آینده جوانان به بهانه آزادی. همینجا به نظرم روایت رو نگه داریم علی آقا، بریم یه بخشی رو دوستانم آماده کردند، برمیگردیم. پاهای محمد را باندپیچی کرده بودند و دیگر جای سالمی برای شکافته شدن و خونی شدن نداشت، چون چیزی را اقرار نکرده و مسئولیت کاری را نپذیرفته بود. او را روی همان پاهای تازیانه خورده پردرد نگه داشته بودند و به دستهایش که از آثار شلاق گویی مار سیاهی دوران پیچیده بود میکوبیدند. اکبری بازجوی وحشی اوین و چند مزدور دیگر حاضر بودند. او را به تخت میبستند و میزدند.
چوب لای دستهایش می‌گذاشتند، با سیگار جای جای بدنش را می‌سوزاندند، بی‌شرمانه‌ترین شکنجه‌ها را روی او اجرا می‌کردند، اما نتیجه‌ای را که می‌خواستند نمی‌گرفتند. عاجزانه از او درخواست می‌کردند چیزی بگوید. یک بار اکبری دیوانه‌وار از اتاق شکنجه درآمد و فریاد کشید: ما این را چه کارش کنیم؟ دیگر چه کارش کنیم؟ این قهرمان می‌شود. فهمیدیم هیچ کدامشان یارای تسلیم کردن این روح بزرگ را نداشتند. بعد از مدتی بیدارخوابی‌ها آغاز شد. نیمه شب‌ها با صدای نگهبانی که بر سر محمد داد می‌کشید از خواب می‌پریدم. محمد فوری به نگهبان پاسخ می‌داد. بارها به خاطر نماز کتک خورد. می‌گفتند آهسته نماز بخوانید و او طبق معمول صبح و شب را بلند می‌خواند. به خاطر کتک‌ها چند بار کارش به اتاق عمل کشید. چند دفعه که اتفاقی در سلول کناری او حبس بودم، نیمه شب‌ها صدای راز و نیاز و دعا و اشک‌های او را می‌شنیدم. وقتی برای وضو بیرون می‌رفت، دریچه‌های دایره‌ای شکل را اندکی کنار می‌زدیم و نگاهش می‌کرد. به همه سلول‌ها نگاه می‌کرد و لبخند می‌زد. شکلک در می‌آورد و در فرصت‌های مناسب حرف می‌زد. علی آقا، ابعاد مختلف آزادی‌های اجتماعی رو در گفتگوی قبل مطرح کردید. این آزادی که در رژیم پهلوی دنبال می‌شده ابعاد دیگه‌ای هم داشته؟ ببین احمد جان، کلا آزادی تو دوره پهلوی به نظر من چیزی شبیه جوکه. مخصوصا حالا این بعد جدیدی که میخوام در موردش صحبت بکنم که آزادی سیاسی باشه، اونم برای حکومتی که با کودتا اومده سر کار و با کودتا ادامه پیدا کرده. حالا به صورت ویژه برم تو قصه احزاب، ما تقریبا تو دوره رضاخان که مثلا چیزی به اسم حزب باش مواجه نیستم تا 1320 تا 1332 که محمد رضا خب اومده سر کار و اول کارشه، هنوز یه جوون خامه، کمی آزادی احزاب ایجاد میشه. 32 قصه ملی شدن نفت پیش میاد و خب شاه فرار میکنه، فرار میشه و وقتی برمیگرده حساب کار دستش اومده، دیگه میگه که آقا از اینجا به بعد دیگه نباید احزاب آزاد باشن و خب کم کم احزاب فرمایشی میشه. تقریبا تا 39 ما احزاب فرمایشی داریم، یه خورده مثلا هولوش 39 تا 42 یه کوچولو جبهه ملی اینجا اضافه میشه که باز زیر نظر ذره‌بین خود پهلوی هست و 42 تا 54 کشور میشه دو حزبی. دو تا حزب داشتن که باز دو تا حزب فرمایشی بوده. از 54 دیگه همین دو تا حزب فرمایشی رو هم محمد رضا بر نمیتابه، خیلی طنزه. همین دو تا حزبی که مال خودش بوده یه حالتی ایجاد کرده بوده، پلیس خوب پلیس بد، که آقا تو مثلا خوبه باش، طرفدار ما باش، اون یکی علیه ما باشه، منتقد ما باشه، همین هم رو بر نمیتابه. یعنی حزبی که خودش ایجاد کرده و کلا منحل میکنه، میگه آقا یکی حزب رستاخیز. یعنی اصلا یک حزب برای کشوری با اون حجم و با اون اصلا جمعیت چیز میگم خیلی چیز عجیب غریب و خنده داره. همون حزب خودش هم رو بر نمیتابه. وضعیت توی یزد چه شکلیه؟ خب ما حزب ایران نوینا داریم که توی یزد فعاله و حالا با مدیریت و ریاست امیر عباس هویدا، باز نخست وزیر خود شاه، اینا یکی حزب مال نخست وزیر شاه. حزب پان ایرانیسم ما داریم که مال منوچهر یزدیه تو حوزه‌های مثلا مربوط به ملی گرایی و این فضاها. مثلا سر قصه بحرین میاد فاز انتقادی میگیره اونها که همینو هم باعث میشه که بعداً یکی از دلایلی که اینها میرن سمت حزب رستاخیز همینه. اما حزب رستاخیز که شکل میگیره، اینجا دیگه شاه میاد وای میسه، میگه که آقا یه جمله داره شاه خیلی عجیب غریبه، میگه آقا همه باید عضو حزب رستاخیز بشن، هر کسی هم نمیخواد عضو بشه پاسپورت بگیره و از ایران بره. یعنی ته آزادی دیگه شما ماشاءالله، آزادی به سبک محمد رضا شاه پهلوی. یه خب تو اون فضایی که اینقدر فضا بس نمیشه اعتراض بکنی، نمیشه ورود اعتراضی داشته باشی، چی چیز به کار میاد؟ طنز به کار میاد. آیا نیکا این یه خاطره تعریف میکنن از مجله توفیق، میگه یادم هست جوانان و انقلابیون به حزب رستاخیز با کنایه میگفتن حزب رسواخیز. همان دوران حسین توفیق سردبیر هفته‌نامه فکاهی توفیق در واکنش به سیستم تک حزبی، حزب فرضی خران را با روی کرده طنز تشکیل داد. شعار حزب خران این بود: گاوان و خران بار بردار، بهزاد میانه مردم آزار. زیر آرم رسمی حزب هم نوشته شده بود: به سرطویله حزب خران نوشته به زر، که نیست حزبی از این حزب در جهان بهتر. یعنی غیر مستقیم حزب رستاخیزا به سخره گرفتن. چی وضعش؟ مملکت تک حزبی، اونم حزبی که مال خود شاهه.
این یه مصداق، این بحث احزاب یه مصداق از آزادی سیاسی در دوره پهلوی. حزب خران، همون نکته‌ای که در نشریه فکاهی نقد میکنن، بله فکاهی توفیق، به نظرم دقیق ترین نقدیه که میشه به اون شرایط کرد. من تشکر میکنم از شما های مرتضایی. دوستان عزیز و ارجمند، دوستانم قسمتی رو آماده کردن، ببینیم و برگردیم. قلب و دلم با این کار نبود. آن سالها دانش آموز هنرستان بودم. پسر عمویم به اقتضای شروع حال جوانی در حزب رستاخیز ثبت نام کرده بود. من که نظر آیت الله صدوقی را شنیده بودم، خیلی از این کاراش دلخور شدم. به او گفتم مثل گذشته ها که یزید و امام حسین داشتیم، الان هم همین قصه ادامه پیدا کرده و حالا هم جبهه حق و باطل یعنی امام خمینی و شاه روبروی هم ایستادند. تشکیلاتی که برای شاه باشد مثل لشکر یزید است. او هم دلزده شد و دیگر نرفت. یک بار هم معلم هایمان در هنرستان به زور از ما خواستند فرم عضویت در این حزب را امضا کنیم. من هم مجبور شدم و امضا کردم، ولی با اکراه. زمان امضا در دلم میگفتم خدایا خودت میدانی که قلب و دلم با این کار نیست. علی آقا، لبه‌های رژیم پهلوی در حوزه آزادی سیاسی و در حوزه آزادی اجتماعی به طنز منجر شد. جای دیگه ای هم داره برامون بگید؟ آقا کلا قصه آزادی در عصر پهلوی طنزه. من یه بخشی از سیاسیشو گفتم، یه بخش دیگه‌شو میخوام براتون بگم. اون بحث حالا احزاب به کنار، قصه انتخابات اصلا داره میگه توی حکومت دیکتاتوری انتخابات اصلا معنی پیدا میکنه. حکومتی که شاهنشاه همه کارشه و اینا میخوان توش حساب کن انتخابات مجلس برگزار بکنن. یه جوک به شدت بیمزه. ما یه نیمچه مجلسی تقریبا تا کودتای 28 مرداد داشتیم که حالا بالاخره خروجش اون بحث نهضت نفت و اینا شد. دلش هم عرض کردم تو قسمت قبلی، اینکه شاه تازه کار بود، بعد از رضا شاه اومد و سر کار هنوز گرم نشه و نمیفهمید چنده مجلس خورده کشور دست گرفت. بعد از کودتا دیگه با دیکتاتوری تمام اومد و کارش رو دنبال کرد. از اونجا بعد ما تقریبا انتخاباتمون به شدت طنز میشه. آقای جلال گلشن یه خاطره تعریف میکنه. ایشون قاضی دادگستری بوده و ناظر صندوق، یعنی میخوام بگم خاطرش موثقه، بخونم براتون. به مصلی یزد که محل رأیگیری بود رفتم و دیدم که مثلا عده‌ای را از آبشاهی، مریم آباد، نصرآباد و غیره آوردن. یکی چادر شب آبشاهی سرش کرده بود، یکی کت سیاه پوشیده بود، دیگری کلاه پوستینی یا شال و قبای بلند. هر یک به شکلی میرفتن در جایی میان مصلا که انجمن نظارت نشسته بودند و رأی در صندوق میانداختن. بعد میآمدن بیرون. آقا سید حسین حیدری که خدا رحمتش کنه مرد خوشمشرب و بامزه‌ای بود، او کلاه یکی از اینها را برمی‌داشت سر دیگری می‌گذاشت و شال دیگری را گردن آن یکی، کت این را تن دیگری و قبای دیگری را بر تن آن یکی می‌کرد و دوباره آنها را گیری می‌کرد و برمیگرداند به انجمن و باز رأی می‌دادند و می‌آمدند بیرون. این موضوع چند بار تکرار می‌شد تا نوبت به دست دیگری می‌رسید. یکی دو روز همین بازی ادامه داشت و بعد روز سوم یا چهارم روز خواندن آرا بود. یکی دو نفر می‌نشستند و روی کاغذ را علامت می‌زدند، یعنی به حساب فلان کس 10 رأی خوانده شده است. چندین سال یکی از همین منشی‌ها بودم و چپ و راست علامت می‌زدم. بعد آرا خوانده میشد و اغلب اگر اسم حسن در میآمد حسین می‌خواندند و مانعی هم نداشت. سرانجام روز آخر صورت مجلس میشد که آقای فلان با این قدر رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده و انجمن نظارت و فرماندار هم امضا می‌کردند و به وزارت کشور ارسال میشد. جوک انتخابات در عصر پهلوی. اینا قسمتایی که واقعا گفته نشده که مردم بدونن. یه قدر اینه فراگیر بوده که تو اردکان تبدیل به ضرب المثل شده بوده. مثلا می‌خواستن بگن کی بنا بشه نماینده مجلس، میگفتن آقا ببینید سیم برا کی به صدا در میاد. یعنی چی؟ منظورشون چی؟ منظورشون بوده که آقا کی از تهران زنگ میزنن، تلفن میزنن، سیم تلفن منظورشه. تلفن میزنن میگن کیو اعلام میکنن. کیو اعلام میکنن. این حالا از جوکای انتخاباتی عصر پهلوی. یا یه خاطره ای داره علی آقای سپری که باز ایشون تو اردکان بوده، میگه که از چند ماه قبل هر کاندیدایی شناسنامه مردم را میگرفت و برای آنها کارت و برگه رأی صادر میکرد. این برگه ها تا روز رأیگیری در دست افراد بود و گاهی هم تعداد زیادی از آنها در دست کاندیدا بود. هنگام رأی دادن شناسنامه و کارت
کارت و یک برگ رای که نام کاندیدای مد نظر روی آن چاپ شده بود مورد نیاز بود. در روز انتخابات در اردکان اتومبیلی از خضرآباد آمد. در صندوق عقبش را باز کردند و تعدادی شناسنامه که در کارتون بود بیرون آوردند. من آنجا ایستادم تا ببینم برگه های رای را چطور داخل صندوق میریزند. چند نفر زن و مرد که منتظر ماشین بودند تا به میبود بروند آنجا نشسته بودند. به هر کدام 1 تومان پول دادند. یک شناسنامه و یک برگ رای که نام کاندیدای مد نظرشان روی آن چاپ شده بود. آنها رفتند برگ های رای رو داخل صندوق ریختند، اما باز هم شناسنامه‌های زیادی مانده بود. دوباره آنها با شناسنامه‌های جدید فرستادند. هیچ کس نمیپرسید چرا چند بار رای میدن. باز هم شناسنامه بود، اما افراد رای دهنده کم بودند. برای همین این بار کار را یکسره کردند. به هر کدام چند شناسنامه دادند و چند برگ رای که در صندوق بیاندازند. در کمتر از 1 ساعت کلیه برگه های رای را همین چند نفر داخل صندوق ریختند و نماینده مد نظر از صندوق بیرون آمد. من دیگه بیشتر از این جوک نگم براتون. چطور اسمشو انتخابات گذاشتن؟ اینقدر افتضاح بوده که آقای جلال نائینی توی یکی از روزنامه ها سرمقاله میزنه و توی اون سرمقاله می‌نویسه در یزد آزادی انتخابات به قدری تامین بوده که کودکان شیرخواره و مرده ها نیز رأی دادن. یعنی چه؟ یعنی با شناسنامه آدم میت و بچه شیرخوار هم میومدن رأی میدادن. این دیگه اصلا ببینید ته آزادی سیاسی و بالاخره نماینده‌های ترازی که میرفتن توی مجلس. خاطر خیلی زیاده من بخوام تعریف کنم از این که مثلا بعد از انقلاب میرن خونه یکی از این متمولین یزدی که تو انتخابات دست داشته، به چای جهاد میرن که خلاصه اونجا رو بررسی بکنن، میبینن که تو زیر زمین خونه این بنده خدا یکی چادر شده، میرن چادر شده باز میکنن، میبینن پر تعریف رای تو این چادر شده فقط وجود داره. قایم شده بود، قایم کرده بوده. بله. این وضعیت انتخابات و آزادی سیاسی در عصر پهلوی. عجب. این عناوینیو که به کار میگرفتن واقعا تعجب برانگیزه که با چه روی این عناوین رو ازش استفاده میکردن. ممنونم از شما آقای مرتضی راد. همینجا از شما خداحافظی میکنیم و بینندگان عزیز و ارجمند از شما ممنون و متشکرم. اینجا نهضت در یزد روایت آزادی خواهی شما بود. با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادا. 80 سال پیش اولین مرقومه مبارزاتی امام خمینی رحمت الله علیه در کتابخانه مرحوم آقای وزیری با همین یک موعظه الهی آغاز گردید و امروز حرکت عظیم و رفیع انقلاب اسلامی به مثابه نفحه‌ای از سوی رب العالمین قلوب آزادگان عالم را فتح کرده است. روایت مجاهدت‌های پدران و مادرانمان در نهضت فریضه است که هر چقدر توفیق در آن یابیم جای شکرش باقی است. الحمدلله رب العالمین. تلاش عزیزانمان در حسینیه هنر یزد، به ویژه برادر عزیزم آقای علی اصغر مرتضی راد نزد پروردگار انقلاب اسلامی مأجور است. نهضت مبارک اسلامی همچنان ادامه دارد و جا دارد صدها بلکه هزاران کتاب روایتگر معجزات الهی در مواجهه عناصر جبهه حق در برابر جبهه کفر باشد. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا فانک فعال لما یشاء. شب جمعه 7 شعبان المعظم 1446 مصادف با 18 بهمن 1403 هجری شمسی. محمد صادق کوچکزاده. به مولا قسم هیچ کس در دنیا آزاد نیست جز آنهایی که مولا دارند. آن هم نه هر مولایی، بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. پیامبر مولای ماست، چرا که یضع عنهم اصرهم و الاغلال التي کانت علیهم. پیامبر قل و زنجیر عادات سخیف را از جان ما زندانی های ابد و یک روز دنیا باز کرد. مولا علی فرمود: ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. اصلا آزادی از اولش روی تنظیمات کارخانه ما نصب بوده
آنقدر بندگی این و آن را کرده ایم، آنقدر رسم و رسوم و عادات و ساختارها بر گردنمان زنجیر انداختند که یادمان رفته آزادی ما تنها در بند بندگی خداست، که یادمان رفته بنده عشقیم و از هر دو جهان آزادیم. خدا رحمت کند حاج محمد رضای آقاسی را. می گفت این 2 روز عمر مولایی شوید مرغ، لیکن مرغ دریایی شوید. مرغ دریایی به دریا می رود، موج برخیزد به بالا می رود. غافل از قصاب صاحب خانه اید، این 2 روز عمر مولایی شوید مرغ، لیکن مرغ دریایی شوید. طاغوت کسی است که مقابل مولا می ایستد تا نگذارد شما را آزاد کند. طاغوت فرعونی است که می گفت آیا قبل از آن که شما را اجازه دهم ایمان آوردید؟ طاغوت همان قصاب صاحب خانه است و مولا برای آزادی ما را به دریای توحید می‌خواند و توحید یعنی نفی عبودیت غیر خدا. هرچند در قاموس آدم‌های معکوس مولا دیکتاتور است و ولایت اتوریته، شیطان آزادی خواه است و رضاخان مجسمه آزادی. حکایت زندان قصر است، به مولا قسم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.